رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خب همیتان را بابت ازی که زحمت میکشید و بابت ازی که به درسی عربی شرکت میکنین و بابت ازی که اقدام به فهم زبان عربی کردین تشکری میکنم. از الله منان براتون اجر جزیل خواهان هستم. خب شاگرده عزیز، به این درس، به این جلسه درسی که است ما اسمای اشاره را میخوانیم. درس دوم و اسم اشاره را براتان یک توضیحات میتونم، مقدار توضیحات کوتاه تعریف میکنم براتان و چند تایی که مطلوب هست براتان یادآور میشم تا باشد که شما او را یاد بگیرین و از او استفاده بکنین در امور روزمره تان. خب دوستان، ما گفتیم در این درس ما اسمای اشاره را میخوانیم و اسم اشاره که است در این درس فقط هازا و هازیهی را میخوانیم از جمله اسمای اشاره و براتون تعریف میکنم، یادداشت داشته باشین. اسم اشاره اسمی است که برای اشاره نمودن اشیا و اشخاص استفاده میشه که ما توسط میتونیم اشخاص بوده باشه یا اشیا بوده باشه نشان بدیم، اشاره بکنیم با این بنن ما از استفاده میکنیم. مثلا هازا، هازیهی بدن استفاده میکنیم. هازا این معنا میده، هازیهی هم این معنا میده. مثلا با فارسی ما میگیم که ای چی است، درست است با فارسی ما جواب میده که این مثلا کتاب است، کتابچه است، قلم است، تا چیز براتون جواب میده. عین شکل به عربی اگر بخوایی که مثلا بگوی این میگه که هازا، درست است. یا بگوی که این چی هست، همین جمله فارسی مرا میگه این چیست، به عربی میگه که به عربی تبدیل بکنی میشه ما هازا، درست است. خب حالا ما اینجا این اسم اشاره تعریف کردیم. دو قسم است که هازا و هازیهی. از هم فرقش چی است؟ اردش این معنا میده، اما چی فرق داره؟ فرقش همی است که هازا برای مذکر استفاده میشه، یعنی برای مردها استفاده میشه. هازیهی هم برای مؤنث استفاده میشه، درست است. هازا گفتیم برای مذکر و هازیهی هم برای مؤنث. اگر قرار باشه که با فارسی ما یک چیز اشاره بکنیم بگیم این چی است، بین مذکر و مؤنث گپاش فرق نمیکنیم، تفکیک نیست. برای مردم میگیم که این مثلا این کی است، یا چیزی مثلا یک بایک هم بوده باشه، یک چیزی در عربی مثلا فرق میکنه با اسمای خزایا، میگیم که این چی است، با کتاب هم که بوده باشه. اما با عربی که است باز فرق میکنه باز این مسائل کلگیش، درست است. خب بنابراین ما میگیم که هازا برای اسما یا برای اشیای مذکر و هازیهی برای اسمای اشیای مؤنث استفاده میشه. خب مثلا اگر بایک بوده باشه، بایک تای تنیس داره مؤنث است، با او گفته نمیتونه که ما هازا، با او میگیم ما هازیهی میگیم، درست است. به این شکل در پایین که میه بخیر هم در هازیهی باز میخونیم. خب ما هازا بیتون، ما هازا این چیست، هازا بیتون این یک خانه هست، درست است. بیت مذکر است، یک کلمه بیت نه تای تنیس نه هیچ نداره. بعدی ما هازا سریرون، این یک خانه هست. سریرون تخت خواب هست، درست است. هازا سریرون این تخت خواب هست. بعدش ما هازا این چیست، میگه هازا مسجدن این یکی است، مسجد هست. این شکل در بعدی میگه که ما هازا این چیست، میگه هازا کرسیون این یکی است، یک چوکی است، درست است، یک صندلی هست. این کلماتی که اشاره کردن برش اشاره کرده کلش به این بود که مذکر بودن، درست است. حالا که در بعدی می مثلا اسم اشاره باز هازیهی در اسما یا اشیایی که مؤنث بوده باشه، درست است. بنابراین خوب در ذهنتان داشته باشین گفتیم اسمای اشاره برای اشاره نمودن اشخاص و اشیا استفاده میشه، درست است. فعلا ما که هازا را میخوانیم که هم هازیهی را میخوانیم. هازا فرقش با هازیهی همی است که هازا برای مذکر استفاده میشه و هازیهی برای مؤنث استفاده میشه. بنابراین این فرقش است. مثلا مذکر کتاب بوده باشه میگه ما هازا، میگه هازا کتابون. بیت خانه بوده باشه میگه چی، میگه ما هازا بیتون. سریر ما هازا سریرون. به چیز شکل تعریف میکنه. خب صحیح بعدی شعر بکو، درست است. خب صفحه بعدی تان امی هست. خب
درست است. استاد امین. اهذا. صفحه گفت احد یعنی اهذا. خب همزه هست. این صفحه 6 هستی؟ بله استاد پیشش هست. درست است. ببین حالا گزینه باقی است. با اونجا ما یکی سوال یکی میکنیم، یکی ما بود، درست است. و دیگری هم همزه. با همزه هم میتونیم سوال بکنیم. مثلا آیا مثلا میگه که در فارسی آیا هم یک شاگرد هست، میگه آیا هم کتاب است، آیا هم قلم است، آیا هم فلانی است. به این شکل که بگویی برای به این شکل میگه که اهذا تلمیدون، آیا این یک شاگرد است؟ باز در جواب میگه که نعم بله هذا مدرسون، نعم بله هذا تلمیدون، بله این چی است؟ یک شاگرد هست. درست است؟ در این شکل اهذا مدرسون، آیا یک استاد هست؟ نعم هذا مدرسون، یک استاد هست. اهذا در بعدش اهذا ولدون، اهذا ولد، آیا یک طفل است، یک پسر است؟ پسر است؟ لا نه خیر، هذا رجل، این یک مرد هست. درست است؟ در پایان شکل میگه که هذا مهندس، آیا این یک انجینیر هست؟ میگه لا نه خیر، هذا طبیب، این یکی است؟ دکتر هست. بنابراین اینی معنیش هست. چه رقم مالی پیشتر ما شما ماهادا رو خوانده بودیم اونجا، با ما سوال کردیم، با ما سوال داشتیم، ما شما سوال کرد. اما اینجا در گزینه باش با حمزه سوال کردیم، با اسمی با حرفی استفهام. به معنای آیا معنا میده. اگر تو بگویی که آیا این یک شاگرد هست، آیا این کتاب هست، آیا این مهندس هست، این گپا با چه سوال میکنی؟ به عربی با حمزه سوال میکنیم. اگر جوابش مثبت بود میگه که، اگر جوابش مثبت بود میگه که نعم بله، اگر منفی بود میگه لا نه خیر معنا میده. مثلا من میگم که اینجا نیایش را میگم که به یک صنفش مثلا نامش بوده باشه بهشته، میگم هذه، خب من به اسمی که اشاره بوده باشه، یک کتاب رو مثلا برش میگم که هذا کتاب، اگر قرار باشه که این کتاب باشه نیایش میگه که نعم هذا کتاب، ولی یک کتاب هست. اگر همین کتاب نباشه، کتاب چه باشه، ما بگویم که هذا کتاب، آیا این یک کتاب هست، باز نیایش میگه که لا نه خیر، هذا دفتر، نه خیر این یک چیز کتابچه هست. به شکل باز چه میکنیم ما شما؟ باز پاسخ ارائه میشه و سوال گفته میشه. این گزینه الف و بای درس دومتان بود که ارائه شد. درس اول سوال با ما بود و در این درس هم سوال با کی استاد با حمزه ببخشین بود. هازا برای مرد هازیهی برای زن. آها، هازا برای مذکر یعنی مرد و هازی هم برای مؤنث استفاده میشه، برای اشیاء مؤنث. تنها اما مرد استاد دیگه بود خو هازا بیت خو استاد مذکر مؤنث چیزا نداره، چرا هازا؟ آفرین آفرین. هازا برای گفتیم اشیا و اشخاص مذکر، درست است؟ هازا متوجه شدی؟ هازا گفتیم برای بله در تعریف ما شما خواندیم که اسمای اشاره اسمایی هستن که برای اشاره نمودن اشخاص و اشیا استفاده میشه، نه؟ اشیا باشه. هم گفتیم. مهم. حالی باید یک شی است، یک چیز است، اما مذکر است. درست است؟ در کلمات عربی، در زبان عربی که است، کلمه ها مثلا اشیا یا اشخاص کلش تقسیم بندی است برای مذکر و مؤنث گفته. درست است؟ باز مذکر که است، باز مؤنث که است، از خود علامه ها می داشته باشه. در بخش روزی که رسیم باز براتون علامه های مؤنث را میگم براتون، باز فهمیده میشه، آسان میشه براتون. درست است؟ حالا کی است در این بیت از اون خب علامه استاد جان هایی که تشکر. برای مؤنث بوده باشه نیستن. بنان یک شی هست، مرد نیست، یک عاقل نیست. درست است؟ به این شکل برای از این حاضر استفاده میشه. برای تلمیذ هم گفته اهذا تلمیذون، تلمیذ یک مرد است، نه شاگرد است. درست است؟ اهذا استفاده کردنی. برای مثلا برای مدرس گفته اهذا مدرسون، چون یک مرد است، نه معلم هست. برای رجل گفته که اهذا ولدن، گفته لا نخیر هذا رجل، هذا استفاده کردنی مرد است. اهذا مهندس، یک انجینیر هست، لا نخیر هذا طبیب، این یکی است، طبیب و دکتر هست. درست شد؟ حالا فهمیدین؟ بله استاد بله فهمیدم. استاد جان. خدا را شکر الحمدلله. خب شاگرده عزیز همین قدر اکتفا استاد میکنیم، جان تشکر. همین قدر اکتفا میکنیم. خداوند شما را اجر جزیل نصیب بکنه. خداوند
اعمال ما را و داشته های ما را به دربار خود قبول بفرمایید انشالله. امیدوار هستم که درس را خوب یاد گرفته باشین و درس قبل را هم تمرین بکنین و ممارست داشته باشین. درست است؟ قسمی که پیشتر هم گفتم اگر یادتان میره میشه سوال هم بکنین و میشه هم دوباره به ویدیو مثلا که روان کردیم براتون سعی بکنین و یعنی مشکلتون حل شود. اگر سوال داشتین سوال هم بکنین، مشکل نیست، من انشالله پاسخ براتون را خواهد کردم. و کار خانگیتون همی هست که این درس را منظم در کتابچه‌تون نوشته بکنید. این درس را منظم در کتابچه‌تون چی بکنید؟ نوشته بکنید. برای من مخصوصا که قبلا گفته بودم روان بکنید برای من. درست است ان شاء الله. کسایی که ما دیدم استاد هر دو درسه؟ ها؟ نه هر دو درس نوشته کنیم؟ امی درس دوم خلاص. امی درس دوم. امین مهد که میگیم استاد این استاد دشت استفاده میشه چون که اینجا استاد نفر و شخص آمده اهده گفته. درست است. آفرین. باز اینجا گزینه ما و همزه فرق میکنه. اگر بگویی که این مرد کیست، درست است، این مرد کیست، باز ما نمیگه در اونجا. درست است. او درسش میگه که من استفاده میکنه. درست است. من مسئوله. یکی ما داریم یکی من داریم. ما برای اشیای بیجان استفاده میشه. درست است. باز برای ما اگر بگویی که این مرد است، این کیست، برای یک مرد اشاره بکنی، برای یک عاقل اشاره بکنی. مثلا در اونجا در بیت گفت که ما هذا، این چیست گفت، نه برای چی اشاره کرد؟ برای بیک اشاره کرد، نه برای خانه اشاره کرد، برای چوکی اشاره کرد، برای چیزا اشاره کرد. اگر قرار باشه که ما برای یک مرد اشاره بکنم و سوال بکنم بگم که این مرد کیست، باز میگم که من هذا. اگر برای شاگرد اشاره بکنم میگم که این کیست، میگم من هذا، تو میگی که هذا تلمیذ. به شکل باز من استفاده میکنم. این شکلی. باز سوالیه من و ما فرق میکنه با یک همزه و حل قضایی هست. درست است؟ این کم کم براتون واضح خواهد شد انشاءالله. درست استاد جان تشکر. استاد تنها صفحه 5 نوشته کنیم یا صفحه 6 نوشته کنیم؟ صفحه 5 نوشته بکنید. کار خانگیتان هست، برای ما عکس روان بکنید. درست است؟ استاد جان درست این است. کار ما درس به جان قبلی چی بود؟ استفاده میگم من من درس بچی قبلی نبودم. ما برای اشیای بیجان، من برای افراد عاقل. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق، کامیاب و کامگار باشید انشالله. و درسایی که امشب درس قبلی را مرجبه نکردیم و این درس را هم سوال نکردم به دلیل از که پیشتر براتون اشاره کردم. خوب است که خداحافظی بکنیم. درس را براتون روان میکنم، تمرین بکنیم، ممارست داشته باشین. سوال داشتین حتما پرسان بکنین انشالله تا اینکه مشکلاتون استاد حل جان شود. حاضری برای شما میگیریم؟ نه خیر، حاضر من نمیگیرم. حاضری را هفته پیش یک کس از دوستان گرفته بود، اما دوباره بگیره. من حاضر نمیگیرم. حاضر کس نماینده صنفتان کی است، اما حاضر میگیره، من نمیگیرم. استاد جان ما دو نماینده داریم، یکی مستم یکی سنا جان. آقا سنا جان میگیره. صحیح. سنا جان حاضر بگی عزیز. من از پیشتون اجازه میگیرم. برای من اجازه بده باشه انشالله. باز هفته بعد باز از استاد اول جان تاخیر میبود. سنا جان آنلاین نیست، وقت نمیگیریم وظیفه. درست. خودت بگی خیر. در گروه عربی گفته فقط مدیرا میتوانند پیام بفرستند. در تلگرام شخصی روان بکنه کار خانگیتان. از اونجا من میگیرم و نامتون یادداشت میکنم، چک میکنم خلاص.